سه بار سلام. سلام 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 نمیگیم و کوتاه یعنی مختصر سه بار سلام. خوش آمدید به کانال سینما تیوی 21. خوش پادپیسچیکان و تماشابینان گرامی، ما همراه دوستان تصمیم گرفتیم که برنامه سیر سیاه رو در دهه کلان جماعت اسنبوی نوحه رودکی بگذرانیم. اینک ما آمدیم در همین دهه حاجی بایی رو گذشته آمدیم و اینک یک چند لحظه پس به دهه کلان حاضر می شویم. خلاص در اینجا بسیاری سخن ها هست در مورد چی؟ میگویند که از دهان چند کنپیر و چند پیر و تدبیر میگویند که از دهان چند کسان فهمیدیم چند کلانان گفتند که در همان جا یک عکس پلنگ است، یعنی در تنی همان کوه عکس یک پلنگ بیم شباهت یافتگی است. خوش باز میگویند که در بری همان عکس پلنگ یک زندان قدیمی میگویند یا یک نقد بوده است، چی بوده است از زمانهای قدیم تا حال مانده است. از این طرفش در آمده از کجا میبروی همین انیق نیست. بسیاری ها به همان جا رفتند و لیکن همین رو انیق کرده نشده است. انا ما باشیم تصمیم گرفتیم انشاءالله به خواست خداوند رفته همان رو میبینیم تا چه اندازه که قوت داریم رفته به داخلش میداریم و به شما چیزی را که دیدیم معلومات بدهیم. میشود اگر که راضی باشید با ما باشید و ما حرکت میکنیم به سوی پیش. به پیش. خوش منم خیلی بچه ها با فکر من همون جا هستم. دهه کلان همون است. من بینندگان گرامی الان جایی رو که میبینید دهه کلان میگویند. ما از دهه کلان تقریبا یک ممکن 1 کیلومتر دورتر باشیم. حاضر ما کوشش میکنیم هرچند زودتر به اونجا رسیم و معلومات های زیادتر رو به شما برسانیم. خوش منم خیلی بچه های عزیز، من رفته ایستادیم ما همراه همین بچه ها. عزیز چی گفتم یاد داری؟ تو یعنی با انا همون دهه کلان آمدگی بودی یکم با؟ نه؟ اولین بار است به مثل من؟ بله. خوش با انا همون یعنی چیلتن میگوین چی میگوین؟ یعنی یک تونل بوده است با همون جا رفتگی بودی یکم با؟ نه؟ اولین بار است. اولین بار یکان حسیات یعنی به تو هست گویم که حواسی داری که به اونجا روی؟ بله حتما. برای چی باید خیلی با خواخ دم با دل ناخواهم بله حتما میگی. من مخصوصا من بسیار حواس دارم که زودتر به همون جا روم و ببینم در اونجا چی است و با پادپیسچیکان خودم اون رو اثبات کنم، رسانم که انمی خیلی جایهای تماشا انمی خیلی جایهای قدیمی است. مرحمت شما هم بیایید تماشا کنید از فرهنگ تاجیک، یعنی فرهنگ تاجیکان از انمی تاریخش، از تاریخش فرهنگ تاجیکان رو میشناسند. بیایید ببینید جهان بینی رو وسیع کنید. پادپیسچیکان گرامی خوش بینندگان عزیز، حال ما در دره کلان قیم با همراه رفیقانمون از اینجا برآمده با همون تونلی که از دورهای قدیم مانده است همونجا می رویم. در کجا است؟ در دره کلان قرار دارد. بازم یک پلنگ دیگر عکس یافته است در تنه کوه. همونجا ما با سیر سیاحت می رویم. بینندگان عزیز خوش با ما باشید. می رویم به پیش.
мана бачаҳо аллакай ба болои кӯҳ рафтанд. ман инҷо як дарахт будааст. ба фикрам ҷои истироҳат аст. ҳаминҷо камакак дам гирем. ҳамин тавр не азиз? бале бале бале. биё худамон дам мегирем. худамон дам мегириму кӯдакон рафтан гиранд. Mana sangor binem. Saga surka destai. Mana подписчикони азиз, ана инҷо деҳаи дараи Калон будааст. Мо аз деҳаи дараи Калон баромадем. Ана хуш, мана онҷо як бизичаам салом гуфта истода будааст. Хуш. ана акнун ҳозир ба ана ҳамон мазори Чилтан будааст, киҷо будааст, ба онҷо рафта истодем.
کجا میروی؟ بچه ها من همونجا باشد. بله بله همونجاست. ها من اینجا رو دیدید. من بچه ها بالا رو بینید. با فکر من همونجا است. اونجا رو دیدید؟ کجا بسیار را؟ غار خطرناک است، احتیاط کنید. شما چی گفتنید؟ چقریه؟ یادو در خاطر ممنه خاطره! کنی او مردم؟ کجا دای؟ یا ای را کجا دای؟ بالا برام. حال زور اومد. یا برو نمیشه. برو. نه جانم. عذاب بکش عذاب. بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. احتیاط که عزیز. یا بسم الله. قطعاتی. اینجا برو. نه اینجا بزه بدم. عزیز از آمدگیت شاد هستی؟ بله شادم. تشکر. منتدار که بیان کو. منتدار که خدا رو به همین فرد شریف و پیام اکرام من رو به همین شایعات آوردم. در آنجا خواهی داشت آور بودن. ترسیدی؟ اگه دیگر چیلاش آمده برم. یه بمر زد. کج پیروت. رسیدی؟ با او ساقفه مونده. اومدم توش کنده.
азиз, як умр азоб кашидиам. саёҳи муҳтарам, های تماشاگران عزیز آنمی خیلی گفشم و یک عذاب با مشقت ما مقصدمون رسیدیم. кани ду одами дигатон нест? نه یاتش یا دیگه азоб бикаш, халти дести чертонак ираби, азобе. باش کامی دیگه درست ترامای دریبان نستدی؟ نه او پره بود در روزه غور مبر اومدیم او پرهش هم خیلی بده دوره پیش ای هوی بیدگه ҳозима хам шудааст. بله بله Yo, این سیمیچکا خودی سدم وضعیتم. اینک خلیل خرید İlyas, Leyla, hey, İstiklal Madagon, where var? Ha? İstiklal Madagon. Сурат ёдам? Яча? Нема. Там девола бе? Боло будора як бор фонарик хатне.
اسراری ازل را نه تو دانی و نه من این حرفی معما نه تو خوانی و نه من هست از پسی پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من. дар бача қади боло бара хони бологӣ нагрез файрод ку он омад ما شهروند همین نوعی همین چی هم دیگه نمازگاه هستم وقت خودشیم در همین استقامت میکنم خیلی پیش ما پدرام آمدن مصفیدام آمدن همین گفتن که در همینجا 40 تن آمده نیست دیگه بعد جای زیارت جا قرار داده دیگه مردم بسیار اومد یاد دارم خیلی 3-4 سال پیش از طرف شهرتوس قبادیان مردم بسیار آمد در همینجا مال کشتی و همین زیارت کنیم خواب میدن که برای 40 تن برای زیارت کنیم با چند شیء که مثال گفتن ساعت شوی مثال رفتن در موز ساعت شیده با مثال نظر نیاز کردن در همینجا اینا کار ما شناختی دارم بعد پیش خواهی که نقله چیه که بعد میگن یک شیر زیارت میامده همینجا شیر زیارت میامده من یک وقت همینجا فقط بگاه جمعه میامده همینجا زیارت میامده همه میگن یک مرک در همینجا میز نوار همه شیره کمان میز نه دیگه خشم در همینجا میغلطد شام دامجی بیهوش میبرنش من میپرسن که چخل میگه اول امیت چون دست همه خیلی خوشتاک شده ما همون استودیو که یا شیر آمد بگی جمعه اگه گفتم به زیارت میومده و شیر که نمیدونم برای چی میومده خیلی مقصد نخواهد که همین چی مهویدن خیلی شد لیکن در وقتی بار با هم خیلی آمد مردم بسیار میاد بسیار تماشا همینجا بسیار میاد وقتی در این زمانهای پیش درست است که در همین جو نقد بوده است از اینجا میدارم از شش میبرم همین خیلی ما فهمیدیم نقل میکنم از فیدا که یک پیشکا سر داده همینجا هم عقیب رونگی بوده یک پیشکا همین خیلی سخت تونل بودن خیلی بودن خیلی بعد جای پیشتر مردم پیشتر چلنشین بیاید همین چلی مشتیان همونجا داره همونجا همین صفای جای هم خیلی مشتی داره همونجا که همین چلی مشتیان بعضی مردم پیشتر رفته مشتیان چلی روزم خیلی همین خیلی مصفیده ما نقل میکنن در همونجا اونو کافتر بسیار میخواد با درخت خوب داره داموجا در وقتی برده که آب حتما میچکه هم بالا چیدم میگه برادران عزیز، تماشابینان گرامی، من خودم مخصوصا شاهد همون واقعه گشتم. شاهد همون منزلگوی من می شود. وقتی که با من می گفتن مثال در آنجا یک از این طرفش می داره و از نمیدونم کجا می بروی، این چیز حقیقت نداشته است. وقتی که من رفتم در آنجا دیدم ممکن سالهای پیش یک چند سال پیش باشد. حاضرش بعد یک چند کسی را که سوال دادیم منم بعد در اونجا ما اینترویو گرفتیم. در اینترویو گفتند که مثلا همین خیلی واقعی هست، همین خیلی چیزا بود، ما هم شنیدگیم گفتن ندیدیم و شنیدگیم مثل من بریم. لیکن من خودم با دو چشمم رفتم همون چیزا حاضر بنوار گرفته هستیم. میبینید
چیزی که مردم میگفتن اون چیز حقیقت نداشته است. لیکن در اون حالت و ما باز یک معجزه خداوند رو دیدیم در اونجا. چی بود؟ این خیلی بعضیا فکر میکنند که مثال حقیقت ندارد یا اینکه ممکن یکان رسم باشد. نه، آن حقیقت بود. برای چی مزار 40 تن میگویند؟ همون 40 شخص مقصد در آنجا چی شدند؟ سنگ شدند میگویند. ما رفتیم در آنجا یک تنش رو یعنی یک شخصش رو دیدیم با دو چشم خود. وقتی که همونجا رو بنوار گرفته شدم، در وقتی بنوار گرفتنی من همون سیموی شخصی که به سنگ تبدیل یافته است انا همون رو دیدم. وقتی که دیدم من باور نکردم، فکر کردم که این یکم در چشمم افتاده است. لیکن حقیقت بود. این چیز حقیقت بود. این معجزه خداوندی است که آن شخصان به سنگ تبدیل یافتند. خوش من همگیم نترسیدم لیکن بازم به بزرگی الله قایل شدم. آن خیلی سنگ بوده است. سنگی که به چهره آدم مانند نگویی می شود وای آدم است که سنگ شدگی است. ما آن را بنوار گرفتیم، من معلومات هم دادیم. نمیدونم وای کی باشد چی باشد، این چیزا معلومات نیست. یگان کس هم به فکرم دیدگی نبودن یا دیدگی بودن با ما نگفتن. ما همون چیز رفته دیدیم، هرچند که توانستیم من با شما معلومات دادیم. خوش سلامت باشید تا برنامه های آینده. خدا نگهدار.